اخبار کوتاه، دقیق و مهم روز یکشنبه. مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه و جنرال عاصم منیر لوی درستیز ارتش پاکستان در مورد امنیت منطقه‌ای، رفت و آمد مردم و مسائل مربوط به مهاجرین افغان گفتگوی همه‌جانبه نمودند. وزارت دفاع ملی میگوید در اثر بارندگی شدید و جاری شدن سیل در شهر جلال آباد، ولسوالی‌های کامه، بکیکوت، بهسود و برخی ولسوالی‌های دیگر ننگرهار، تعداد زیادی از شهروندان توسط مجاهدین قل اردوی 201 خالد بن ولید به مناطق مسئول منتقل و نجات داده شدند. شرکت دولتی انکشاف صنایع دستی که در 2 دهه گذشته کاملا غیر فعال بود، با پیروزی مجدد امارت اسلامی فعالیت خود را سر گرفته است و به نتایج خوب دست یافته است. ملا خیرالله خیرخواه، سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ، در دیدار با خبرنگاران محلی ولایت غزنی گفت این وزارت در تلاش است از بودجه داخلی چنین طرز العمل را تدوین نماید که بر اساس آن رسانه‌های داخلی از امتیازات دولتی برخوردار شوند. وزارت انکشاف و دهات میگوید از سوی پروگرام جهانی غذا برای 3580 خانواده نیازمند در ولسوالی جاغوری ولایت غزنی کمک نقدی توزیع شد. به گفته این وزارت در این کمک برای هر خانواده 3700 افغانی توزیع شده است. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان میگوید که 703 مهاجر افغان از طریق سپین بولدک کندهار به مورخ 15 و 16 ماه سور به کشور بازگشتند. اداره ملی خط آهن میگوید در هفته گذشته 112597 متریک تن کالای تجاری از طریق خط آهن حیرتان، آقینه و ترغندی انتقال یافته است.